آموزشی و بمب و خفن و نازبشتیه دیگه. بچه یادتون نره من ویدیو رو لایکش کنید، کامنت بذارید، جون دلم. نازمشتی یعنی چی؟ نه نازمشتی یعنی چی؟ من نفهمیدم. از درگوز من استفاده آره بچه ها تو توضیحاتم لینک رو بکنم و لینک پیج پاتریکولا خوشگل مشکل جیگیری مستون هم هست. آره دیگه بچه ها سلام علیکم با بچه ها یه ماچ بکنید. سلام خوشگل مشکل یه اومدید سلطان آموزش ها رو ببینید. بابا بنازم ماچ بکلتون. ماچ کو بابا اینی که اینجا ببینید یکی از خفن ترین اونایی که آموزش گردن نمیگیرم اینجا حالت دارم بابا بیا اینجا میگم دیگه دمینو کنسو بوست کنم ماچ به کلت اصلا ماچ به دماغ تو، ماچ به دندون تو. ماچ به کله خودت کله سبز قراره یکم سلیقه به خرج بدید جفتتون سلیقه جفتتون رو با هم نیازمندم. من سلیقه ندارم فکر کنم میشناسی. نه خوبه نه تو هم سلیقه تو خوبه، سلیقه جفتتون خوبه. خب ببین من یه کاری میکنم، کارم تموم شد شما فقط نظاره کنید. کارم که تموم شد شما باید بلند شید چیکار کنید؟ چیکو مجلسی دیزاین کنید. حله بیا بریم. بیا اذیت کنم. اذیت ممنوع. هر کی اذیت کنه آره اذیت نکنید کریم، خیلی همین طول میکشه. اینم دیگه بدترش نکنید. بچه‌ها قشنگ یاد بگیرن. چون داری اینجوری میکنی و من دوست دارم منم اذیت میکنم. تو هم موج بکرد خود این آموزشی راحت برو جلو. خدا رو شکر. بذار اینجا بریم بسازیم. آره ما اصلا مداخله میکنیم در این قضیه. هر کسی از اون ورخواست بیاد میزنیمش. آره اینو داری؟ آره به من نمیدی؟ تو هم میدم بیا. خب بذار اینجا کوارتز هم برداریم بنوازم. نه اینو نزن که قرار شد چیزی اینا جمع کنیم. دوستانه رو بزنیم. بایسته ببین بچه ها آموزشی اینجوریه که رمز چیز داره. قبلا یادتون باشه 9 تایش رفته به این سری هم 6 تایی. اینا رو بزن. اینا اومدن آموزش خراب کنن. بچه ها رمز مثلا دوست داریم این باشه حالا بذارینیم اصلا میخوام به سلیقه بچه ها بیاین اینا رو بکشیم. سری بیاین. کریم بیا. یه پاولشون کردن. کریم اینا رو بردار. کریم پاتریک اومدم بودیم بیا. اینا رو جمع جور کن کریم. انتخاب دکمه رو یکیشو تو بکن پاتریک، یکیشو کریم. خب من خودم همین، یعنی الان شد این پس شد بچه ها رمز این خب حالا اینا رو خاموش میکنیم. اینم از رمز میایم پشت. اینا این هم که پس این به همین راحتی پایین قراره باشه. بایستا اینجا رو بیاره یه چیزی درست میکنم ایش کنی پاتی. اینجا چیزی فهمیدی اصلا؟ من دارم مثل متوجه میسم. متوجه میسم. آره من متوجه نمیشم ولی نمیفهمم. ببینیم بچه ها حالا که اینا رو گذاشتید دقیقا باید جای اینا باشه. این میاد پایین یا کنم یه لحظه این یه لحظه بچه ها برید اینا اینم اینجا. خب حالا هم شد این بود یا بالاییش بود؟ نه پایین بالا پایین بالا حالا اینجا ناکاید بچه ها عربه کاری کردم دیدم. آها یه لحظه کریم نیادی که تو دست خورد دست باله. برو که نه آها گوشت وایستا خب شد. که من دارم یه جایی رو اشتباه میکنم. خوب نمیدی. آره دارم سعی میکنم خوب برم. اینجاشو خرابکاری کردم. دیگه اینو کردم جای کارم خرابه. بذار من فکر کنم
اگر با این درست بشه حله. یه استون بذار بیارم. استون حلال مشکلات کریم. نیزه اینجا نگاه کن. نگاه کنم. نگاه کردم. بابا بینوزم. تلاش چطودنیه امید. ما قبولت داریم. باور کارش میگه. بابا بینوزم کار کرد. دیدی استون حلال مشکلاته. حالا از این به بعد رمزو که فقط اسم میکنم یه رمزو زدی. رمزو که اشتباه بزنیم بچه نگاه کار نمیکنه. بابا بینوزم. نه دیگه نزن دیگه. نزن که خداش. حالا بایستا ایول پاتری. نه بالا نبرید بالا میخوایم سلیقه شما 2 نفر رو بدونیم. من الان میگم خب این کریم بشه ورودی خونه. خب نه آره. این راه رو این راه رو ورودی. خب برو وایسا اینجا رو پر کنم. خب این راه روی اینجا یه هوی خونه میشه. وایسا بلاکشو چی بزنیم فقط کریم تو بگو. نه دیگه اونور نباید باز کنی کریم جان. نه کریم نباید باز کنی. آره ببین یه چیز کوچیک دارین. تو اینجا یه دیزاین خوشگل برای 3 نفریمون درست کنی. اونه آجوری نباشه. با آجوری بدم یا آجوره دیگه. کل دیزاین خونه با آجوره. کریم یه لحظه به درد نمیخوری که زندگی در شرایط سخته. بفرما شما اینجا رو درست کنید تا من بالاشو درست کنم. یه سقف خوشگل براش درست کنیم. ولی میخوام یه کاری کنم اینجا عشق کنی باشه. سقفش چه رنگی باشه به نظرتون؟ صورتی خوبه؟ صورتی باشه؟ نمیدانم اطلاعی ندارم. اینم خوبه. وایسا نه اونجوری نه. گلس نه وایسا. برو کمک پاتریک برو. نه اینجا اوکی. گریم شما کارهای داخل خونه ای رو انجام بدید. آره برید انجام بدید ببینم سلیقتون در چه حالا. منم دارم اینجا رو درست میکنم. یه کاری کنید به تو افتخار کنم و بگم بابا ایول جفتشون یاد گرفتن اصلا ماماسیتا. هم سقفو بد نمیشه. بد نی کریم نظرت راجع به این سقف بینو لیباس رو نور کردم فقط خوبه. قشنگ زیباست. از تو مهم بود که خب بچه بریم. خب کریم چی کار میکنی کریم؟ خودش هم نمیدونه. کریم ولش کن. کریم غلط کرد. سوختم نور کردم. خب ببین ساخت. من تو خیلی علاقه زیادی به تخت دارم. خب وایسا اینجا گذاشتی؟ من میخواستم اینجوری بذارم. بذار این شکلی. نه دیگه الان ترتیز به هم خود. این من اینجا بایسته، این اینجا بایسته، این اینجا بایسته. میخوای وسط بخوابی؟ بابا بینوز دیگه فهمیدی یعنی؟ آره چرایی سونی باسی بودی. خب بیام ببینم پشت حالا چیکار کرد. تخت که خوبه. از این ایده خوشت اومد یا نه؟ نه یعنی وایسا از این ایده خوشت اومده یا نه؟ بابا بین آزم خوشگله فقط میتونستی یکم بهترش کنی. ولش کن حال نداری. آره پاتی نه اگه مشکیش کنیم چی؟ به نظرم مشکیش شاید خوب در اومد. شاید نه بابا ولش کن حامد تو گن نزن. خوشگل شده. وایسا یکی کم داره. درم نیاز داره.
حالا اینو نذار دیگه مثلا. نه باید باشه این قشنگی. حالا اینو نذار اینجا. به خاطر من نذار. وایسا به خاطر تو نذارم باشه دیگه. اینا رو بذاریم. فقط به خاطر تو کریم. اونو نذاشتم از اینا گذاشت. خوبه؟ خوب شد نکردم. قشنگ زیبا شد. قربونت برم. اینجا هم میام گرم میشیم مثلا این. بخشید. بعد میخوام. بابا بنازم ویو ابدی. قاسمی تو بیاد. خیلی تاریک. نه اون برای بیرون معلومه. اب نداره. خیلی زشت میشه. ماله میکشیم بابا. یه ماله بچه ها اینجا. زایش کردی. بابا چی زایش؟ عامل ماله. نه اینجا رو ناکن درست کردم آخه. مهم نیست. ببین یه کار درست میکنن قشنگ بعدش خرابکاری میکنن. ولی تو بد نشد خوب سلیقه‌شون بد نی. میتونستن یه ذره خونه نقلی رو بهتر کنن ولی خب نه کریم همه خوبه. اینجوری زیاد نبر. آره همینجوری خوش. همینه بچه بیرون یه ذره نماش زایه است ولی بقیه‌اش اوکیه. ما راضییم آقا ما راضییم خدا رو شکر. آره بابا نماش زایه است. نماز خودت 90% کار کردم. پلیس دیگه میده به فقط. بیا. بچه بالا بیا اینم اینجوری میکنی. نمیخوام اونجوری کنی بیا. این 90% زدی؟ کریم. من خوابم. بخوابم. میام میگیرنمون خب. رو تخت من چه کار میکنی؟ بچه‌ها دمتون گرم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. لایک کامنت دنبال کردن این ویدیو فراموش نشه. خیلی کامنت نوشته بودن یه خونه دوباره بساز. گفتی باشه فقط یه ذره دیزاینش بیرون بچه داخلش خوشگل شده بیرونش یه ذره قنات شده اما اشکال نداره فدای سرتون. لایک کامنت دنبال کردن فراموش نشه. توی توضیحاتم لینک رو بکنم و لینک پیج باتیکم هست. حتما جوینش بدید. ماچ فی کلتو خیلی دوستتون داریم بچه‌ها. تا ویدیو بعد خدافظ.